یک فامیلی 11 دانه انفرادی. در اقل میزدی تذکرو د پاره پوره مواخلم هغه صاف کوم د الکترونیکی لپاره برای الله وکیل گزارش ما این دیگه هم کارمند دولت است که به حساب 4 روز پیش فرما گرفتیم، خانه پوری کردیم. فعلا ما کارمندای احوال نپوست هستیم. محمد خیبر. ما اول آمدیم اینجا فرم اخذ نمودیم و بعدا او را خانه پوری کردیم و پس آمدیم به او تسلیم کردیم و ما را بعدا خواستند به بایومتریک. ولی الله رحمانی مبلغ 100 افغانی لطف کنیم بدیم. برای ما چی داد؟ فرم داد، فرم خانه پوری کردیم. به بسیار صورت صحیح کار ما پیش رفت تا بایومتریک. وقتی که بایومتریک شدیم برای ما گفت که روز شنبه یا روز یک شنبه بیاین تذکره‌تان بگیرید. روزانه در مرکز خیرخانه 1000 نفر مراجعه میکنه. 1000 نفر 400 نفرش یا بیشتر از او به خاطر اخذ فرم میگیره و تقریبا 150 یا 200 نفر به تسلیم فرم میآید و ما تسلیم میکنه و ما روزانه حداقل 50 الی 80 تذکره ما برای مراجعین تخصیص میکنیم. زما هویت زما ویاړ. هویت من افتخار من. هویت ما افتخار ما. هویت من افتخار من. زمون هویت زمون ویاړ. هویت از من افتخار از است. هویت من افتخار من. هویت من افتخار من. هویت من افتخار من. زما هویت زما ویاړ دی.